اعتراض جنبش تحفظ پشتونها در برابر دفترهای مجمع جهانی اقتصاد در کشور سوئیس بر ضد عملیات‌های نظامی پاکستان در مناطق پشتون نشین آن کشور. همزمان با برگزاری نشست مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس، جنبش تحفظ پشتونها اعلام کرده که تا 4 روز دیگر راهپیمایی اعتراضی را در برابر دفترهای این مجمع جهانی برگزار خواهند کرد. منظور پشتین، رهبر این جنبش، گفته که هدف از این اعتراض جلب توجه جامعه جهانی بر عملیات‌های نظامی پاکستان در مناطق پشتون نشین در ایالت خیبر پختونخوا است. مناطقی که در سالهای پسین شاهد درگیری‌ها، تلفات غیر نظامیان و تخریب خانه‌ها از سوی رژیم نظامیان کشور بوده است. یک مبارزه اصولی سیاسی مدنی است که بالاخره باید انجام بده. از خاطر اینکه در پاکستان سریع چو اعضای PTM تظاهرات را وضع کرده و بالاخره اونا پناه بردن به سویزرلند که در اونجا اعتراضات خود پیش بگیرن. این اعتراضها بر محور موضوعهای بویژه ظلم و شکنجه از سوی رژیم نظامیان کشور، عملیات‌های نظامی در مناطق پشتون نشین بویژه در ایالت خیبر پختونخوا، زندانی بودن اعضای برجسته تحفظ پشتونها، اخراج افغانها از سوی حکومت پاکستان و جنگ زیر نام مبارزه با هراس افغانی برگزار خواهد. در اعلامیه‌ای که از سوی منظور پشتین، رهبر تحفظ پشتونها به نشر رسیده، آمده که این اعتراض بخشی از تلاش‌های این جنبش برای افشای آنچه واقعیت‌های پنهان شده از سوی حکومت پاکستان پشت ادعای دموکراسی و حقوق بشر خوانده می‌شود برگزار خواهد شد. شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، و شماری دیگر از مقام‌های ارشد آن کشور نیز در این نشست حضور خواهند داشت. همه این موضوعها را به گونه مکتوب آماده کرده و تلاش خواهیم کرد آنها را به تمام دفترها، رسانه‌ها و مقام‌های مربوطه برسانیم تا به جهان نشان داده شود کسانی که قاتلان بشریت و قاتلان کودکان و زنان بیگناه‌اند چگونه در چنین نشست‌هایی به عنوان نماد حقوق بشر و دموکراسی معرفی می‌شوند. ادامه سیاست‌های نادرست نظامیگران پاکستان که پاکستان را به بحران‌های بسیار بزرگ فرو برده و در برخورد مقابل مردمان قبایلی و پختونخوا با حمله بر اعتراضات و سرکوب نمودن تمام جنبش‌های آزادی بخش در این مناطق پاکستان که باعث قتل و کشتار پیرمردان، جوانان، زنان و حتی اطفال گردیدند که مقامات پختونخوا و سایر مناطق قبایلی آن را جنایت بشری خوانده و تصمیم گرفتند که به خاطر تخفیف کردن این عمل پاکستان تظاهرات مسالمت‌آمیز در مناطق مختلف دنیا جمله سوئیس که شاهد برگزاری نشست جهانی اقتصادی خواهد بود بر آن بیندازند. رهبر تحفظ پشتونها دولت پاکستان را به نقض حقوق بشر متهم می‌کند و خواستار پایان عملیات‌هایی شده‌اند که به گفته آنان بیشترین آسیب آن متوجه زنان، کودکان و افراد سالخورده غیر نظامی است. جنبش تحفظ پشتونها همچنان خواهان دادخواهی برای قربانیان، آزادی فعالان زندانی این جنبش، توقف حمله‌های هوایی و رسیدگی به وضعیت بد انسانی در این مناطق شده است.